اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. در جامعه سازی تبیین اصالت فرد یا اصالت جمع بسیار مهمه. اینکه حالا شما آرمانگرایانه بگید هم فرد اصالت داره هم جمع اصالت داره، فعلا در حد تعارفه، چون اون چیزی که برای اون ادبیات تولید شده و فکر سازی شده مجموعه تفکر لیبرالیه که اصالت رو میده به فرد و تفکر سوسیالیستیه که اصالت رو میده به جمع. حسب ظاهر موضوع خیلی ساده است که حالا ما بیایم توی گروهی بگیم فرد اصالت داره یا جمع اصالت. سلام یا الله، چه چادر خوش رنگی دارید شما، به 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 به. ولی همواره موضوع به این سادگی ها نیست و فهم و درک و شناخت این که اصالت با فرد یا اصالت با جمعه و این که چطور میشه که در یک محیط اجتماعی جمع اصالت پیدا میکنه و فرد حل میشه توی جمع، و چطور میشه که در یک محیط اجتماعی فرد با وجودی که در درون اجتماع رو نمیبینه و در درون جمع تنهاست، در درون جمع خودش به تنهایی زندگی میکنه. یکی از مشکلات حیات امروز بشر تنهاییه دیگه. ایندیویژوالیتی یا تفرد یکی از بیماری‌های کلیدی عصر امروزه. اگر خاطرتون باشه در ترندهای ریچارد واتسون هم در افق 2050 میلادی یکی از مسائل اصلی موضوع تفرد و ایندیویژوالیتی بود و با وجودی که نقطه قوت لیبرالیسم محسوب میشه. ببینید تعارضه رو خوب دقت کنید. لیبرالیسم یکی از مؤلفه‌های اصلیش اصالت فرد. بعد این پدیده اصالت فرد خودش در یک دوره‌ای تبدیل شده به مصیبتی به نام ابرترند ایندیویژوالیسم. یعنی گفته شده که شما بعد از یه دوره‌ای به تبع وجود پدیده‌ای به نام ایندیویژوالیتی و فردیت در حد تغییرات زیست محیطی، گفته بود environmental change، یا در حد بدهی دبت، یا در حد لوکالیسم محلی گرایی، یا در حد دیجیتالیزیشن، یا در حد شهرنشینی مفرط اوربانیزیشن. هر کدوم از این مؤلفه ها رو که شما مبنا قرار میدید این یک نقطه قوت لیبرالیسم بود، اما شده مصیبت لیبرالیسم. پس تفرد یا فردیت و ایندیویژوالیتی چه بعدی داره، چه ویژگی و ابعادی داره؟ تبیین این خیلی مهمه. اصالت فرد خودپسندی صرف نیست، یک فرهنگ و ایدئولوژیه. یعنی هنگامی که شما از فردیت سخن میگید، مسئله ایندیویژوالیتی یا فردیت این نیست که بگیم طرف خودپسنده، از خود راضیه. نه، اصلا یک ایدئولوژیه، یک فرهنگه. ایدئولوژی اصالت فرد ارتقاء فرهنگ جامعه ارگانیکی در سطح فردیه. به چه معنا؟ خب ما صحبتمون جامعه سازیه دیگه. اینجا داریم در رویکرد اجتماع مدار نکته رو بررسی میکنیم که میگیم فرد اصالت داره یا جمع. ببینید در اصالت فرد جامعه ارگانیکی، چند نوع جامعه داشتیم؟ جامعه مکانیکی، ارگانیکی، بیولوژیکی، سایبرنتیکی، بیولوژیکی، اکولوژیکی. هرگاه شما جامعه ساختید جامعه ارگانیکی بود. ارگان، ارگانایز، به فارسی میشه سازمان. جامعه مدام توش سازمان ساخته شد، مدام سازماندهی شد، مجموعه ها رو سازماندهی کردن. این که خیلی خوبه؟ نه خیر، خیلی وقتا هم بده. هرگاه جامعه رو اومدید عین همین ساختمون ها و ماشین ها و هر چیز دیگه جامعه رو ارگانیکی ساختید،
اونجا جامعه‌ای که ارگانیک شد آدم‌ها رو چه کار میکنه؟ آدم‌ها رو به فردیت میکشونه. روح حاکم بر ساختار ارگانیکی چی بود؟ 5 نوع ساختار سیستمی که گفتیم، یعنی مکانیکی، ارگانیکی، سایبرنتیکی، بیولوژیکی و اکولوژیکی. روح حاکم بر جامعه مکانیکی و به خصوص جامعه ارگانیکی بوروکراسیه. جسمش ارگانایزه، میگید وزارتخونه فلان، وزارتخونه فلان، وزارتخونه فلان، وزارتخونه فلان، معاونت فلان، معاونت فلان، معاونت فلان، سازمان فلان، سازمان فلان، سازمان فلان. تمام این مجموعه که میگید، دانشگاه، استانداری، بانک، پلیس، وزارت فلان، مدرسه، کارخونه بهمان، تمام اینا که میگید سازمانن دیگه. اینا هر کدوم یک ارگانایزن. روح حاکم بر اون جسد چیه؟ اسمش بوروکراسیه، دیوان سالاری. یعنی شما میرید تو مدرسه، باید یک برگه هایی ببرید معلوم بشه شما سنتون مثلا 6-7 ساله، شما رو قبول کنن به عنوان محصل کلاس اول. بعد یه برگه هایی به شما میدن معلوم میشه شما 1 سال رو گذروندید. بعد این برگه ها جمع میشه 12 سال. بعد شما میرید یک جایی یک امتحانی میدید به اسم کنکور، میرید توی دانشگاه توی رشته به خصوصی. دانشگاه هم دوباره با این برگه ها کار میکنه. بعد میرید یه جا شما یه امتحانی میدید میشید راننده. بعد یه برگه به شما میدن، شما مبتنی بر اون برگه بعدن میرید پاسپورت میگیرید، از کشور خارج میشید. بعد یه برگه‌ای به شما میدن، یعنی این سند خونه شماست. بعد یه برگه به شما میدن، یعنی این پول شما تو این بانک میتونید این موقع بیاد بگیرید. ببینید همه زندگی با یک قواعد اداریه، بهش میگن دیوان سالاری، یعنی ساختار بوروکراتیک. بوروکراسی یک زندان. هر پدیده سیستمی خواه ناخواه ایجاد زندان میکنه، یعنی یک محدوده برای شما ایجاد میکنه، دست و بال شما رو میبنده. اتومبیل ساختی، خیلی هم خوبه، باهاش هم داری جابجا میشی، بنزین هم ریختی داخلش، داری میسوزونی، پولش هم دادی، اما هوا رو آلوده میکنی. خب این یه زندانه دیگه. یعنی شما این یک مشکل شما رو حل کرد، ولی از اون طرف برای شما یه مشکلاتی ایجاد کرد. شما تا زمانی که اینجا یه بیابونی بود، خیابون کشی و کوچه کشی نکرده بودید، محدودیت نداشتید. ولی وقتی اومدید خیابون رو تنگ یا پهن ایجاد کردید، اتوبانش کردید، یا مثلا 2 بانده یا یه طرف مثلا ورود ممنوع از این طرف یه طرفش کردید، از این کارا کردید، دیگه دست و بال خودتون رو بستید. ارگانایز مشکل اینجوری داره. بعد که ایجاد میشه یه قوانین برش حاکمه، اون قوانین رو بهش میگن بوروکراسی. بوروکراسی روح حاکم بر جامعه ارگانیکیه. بوروکراسی چه کار میکنه؟ انسان رو ایندیویژوال میکنه، میکشونه به فردیت، انسان رو تنها میکنه. خب الان شما توی تهران زندگی میکنید، قطعاً اقوام و آشنایانی در روستاها دارید. اگر برید توی روستایی که 50 تا خونه‌واره، 100 تا خونه‌واره، ساعت اونجا خیلی معنا نداره. یعنی مردم حتما سر ساعت بیان وارد این مترو بشن، کارتشون مثلا بزنن رد بشن، بالا یا بلیط بگیرن، سر ساعت برسن دانشگاه، سر ساعت برسن اداره، سر ساعت برسن مدرسه. اصلا چیزی به تب زندگی میکنن. بالا میشن ببینن خب آفتاب داره میزنه، مثلا هوا تاریک روشن شده، خب نمازشون رو میخونن، بالا میشن میرن بیلشون رو میزنن رو دوششون، میرن رو زمین کارشون رو انجام میدن، نگاه میکنن آفتاب اومده بالا سرشون، خب دیگه ظهر شده، نماز میخونن. بعد به تب زندگی میکنن، همه چیز طبیعت رو میبینن. ولی شما همش تو خیابونا که میرید همه جا قوطی کبریتیه، برجا، ساختمونا، پنجره ها، ماشینا، همه چیز مکانیکیه. شما هیچ حالت طبیعت تو خیابون نمیبینید. ممکنه هفته ها و سالها و ماها زندگی کنید توی شهر، کوه و بیابون و دار و درخت و رودخونه رو از صفحه تلویزیون ببینید، اما او همه این چیزا رو داره طبیعی میبینه. ساعت بدنش با ساعت طبیعت هماهنگه. شما ساعت بدنتون مکانیکیه. مناسبات و روابط بوروکراتیک جای مناسبات عاطفی و عقلانی رو میگیره. اینه که انسان‌ها تنها میشن. در جامعه شناسی 5-6 نفر این دغدغه رو داشتن 100 سال پیش. خب یکی از اینا زیمله که زیمل میاد اینو بررسی میکنه. یکی از اینا امیل دورکهایمه که میاد اینو میبینه. البته از همه اینا مهمتر فردیناند تونیزه
که اون دوتا مفهوم اصلی گزلشافت و گماینشافت رو در زبان آلمانی مبنا قرار داد. اگر شما 100 سال پیش که این 2-3 نفر 4-5 نفر مثل فردیناند تونیز، مثل امیل دورکهایم و مثل آقای زیمل، اگر شما ادبیات این افراد رو خوب بشناسید در اینکه چطور میشه یه جامعه از یه حالت اولیه عاطفی میاد به یه حالت استدلالی و رشنال، 100 سال پیش که این اتفاقات داشت تو جامعه غرب میافتاد رو متوجه میشید چجوری به اینجا رسیده و ما الان تو چه مرحله هستیم. حالا تو ایران یه اصطلاح دارن به نام سنت و مدرنیسم، خب غلطه همچین تقسیم بندی، که اینا منظورشون همونه. فردیناند تونیز این دوتا اصطلاح گماینشافت و گزلشافت رو، گماینشافت رو میگیره همون روستاه که مناسبات توش عاطفی، روابط کاملا مبتنی بر حس همدردی، عشق و ملاطفت، ایثار و هیچکس تنها نبود، همه به هم علاقه داشتن. میاد میگه یه دوره طی میشه، جامعه ارگانیکی میشه. البته این ارگانیکی شدن دیگه میاد تو بحث دورکهایم. جامعه ارگانیکی میشه. وقتی ارگانیکی شد پدیده شکل میگیره به نام گزلشافت، یعنی از گماینشافت، از اون روستای مناسبات عاطفی میاد توی شهر. میبینید یه مجتمع آپارتمانی ها، سال تا سال اینا همدیگه رو نمیبینن مگر اینکه تو آسانسور، حالا مجبور میشن تو آسانسور با هم سلام کنن، ولی اصلا با هم رفت و آمدی ندارن، همدیگه رو نمیبینن، کاری به هم ندارن، همه دوست دارن تنها باشن. از نظر ذهنی بلای سر اون نسل اومده، بلای سر اون مردم اومده. از نظر ذهنی یعنی انقدر توی مدرسه، توی ورزشگاه، توی حوزه هنر، توی رسانه، توی دانشگاه، تو محل کار، تو اداره، انقدر رو ذهن این کار کردن، ذهن این قالب گرفته. وقتی ذهن این قالب گرفته به یه سطحی از یک نوعی از فرهنگ رسیده که این فرهنگ فردیه، بوروکراتیکه، یعنی باید تو چارچوب بیاد. گماینشافت، گزلشافت. گماینشافت تقریبا میشه کامیونیتی، گزلشافت تقریبا میشه سوسایتی. گماینشافت میشه اجتماع، گزلشافت میشه جامعه، یعنی از اجتماع به جامعه. اصطلاحی که به کار میبرم، میگم تو استادیوم آزادی 100,000 نفر جمع میشن فوتبال ببینن. اون 100,000 نفری که جمع میشن فوتبال ببینن اندازه جمعیت یه شهرن. خیلی از شهرهای کوچیک توی استان‌ها 100,000 نفر جمعیت داره دیگه، یا زیر 100,000 نفر. اما به نظر شما اینا بعد از اینکه 2 ساعت فوتبال تمام شد همونجوری بشینن تو استادیوم همدیگه رو نگاه کنن، مشکل چی میشه؟ بالاخره یه گروهی غذا میخوان دیگه، همه این 100,000 نفر غذا میخوان، یه گروهی بعد بلنشن برن برای اینا غذا بیارن. یه سری از اینا بالاخره خوابشون میاد، بعد جای باشه بخوابن. خب یه کسی بعد خونه درست کنه اینا بخوابن و تخت خواب و رخت خواب. بعد بعضی از اینا مریض میشن، یه کسایی باید باشن اینا رو درمان کنن. بعد بعضی از اینا دعواشون میشه، یه کسایی باید باشن نظم ایجاد کنن، پلیس انضباط ایجاد کنه. کار میکشه به مسائل بین اینا، باید حل اختلاف کنن، قاضی میخواد. ببینید شما 100,000 نفر رو که بریزید یه جا نگرشون دارید، این 100,000 نفر بعد از چند ساعت نیازهاشون یکی یکی شروع میشه. چند نوع نیاز دارن؟ بیش از 1000 نوع. این 1000 نوع نیاز 1000 نوع طبقه شغلیه، بهش میگن طبقه بندی مشاغل. یعنی برای تامین نیازهای 100,000 نفر که دور هم جمع شدن، یکی نون باید بپزه، یکی باید میوه تولید کنه، یکی باید صنعت تولید کنه، یکی باید برای اینا ماشین تولید کنه، یکی باید برای اینا بهداشت درمان رقم بزنه، اون پزشک حتما پرستار کنار دستش نیاز داره، بعد پلیس میخواد، بعد قاضی میخواد، بعد ببینید 100,000 نفر جمع کردید اینجا. اون 100,000 نفر اسمش اجتماعه. در یک اجتماع 100,000 نفری که فوتبال تماشا میکردم، این قیدش اینه، اجتماع 100,000 نفری. تا این اجتماع رو تبدیلش کنید به جامعه، از اجتماع به جامعه، اینا رو تخصصی بار میارید. میگید خب تو پزشکی، فرهنگ پزشکی اینه، تو پلیسی، فرهنگ پلیسی اینه، تو قاضی، فرهنگ قاضی اینه، تو صنعتگری، مثلا فرهنگ صنعتگر اینه، تو تعمیرگاه داری اتومبیلا رو تعمیر میکنی، فرهنگ تو اینه. ببینید این فرهنگ های تخصصی ذهن رو قالب بندی میکنه. هر قدر جامعه تخصصی تر، ایندیویژوال تر و متفرد تر. بعد افراد میان تو فرهنگ تخصصی، میرن تو اخلاق حرفه‌ای، اخلاق ورزشی، اخلاق پزشکی، اخلاق قضات، اخلاق پلیس، اخلاق معلما، اخلاق استادای دانشگاه‌ها، اخلاق سیاستمدارا. اینجا از گماینشافت
شیفت میکنه به گزلشافت، از کامیونیتی به سوسایتی، از اجتماع به جامعه، میشه جامعه سازی. خب یعنی چی؟ یعنی ما که الان داریم رو تئوری جامعه سازی کار میکنیم در تفکر استراتژیک، ما میخوایم جامعه رو ارگانایز کنیم؟ نه دیگه. این از اجتماع به جامعه درسته، اما به چه روش؟ سوال اصلی شما باید این باشه. ما که نمیتونیم بگیم آقا مردم چون ممکنه در تشکیل جامعه به تفرد برسن، به ایندیویدوالیتی برسن، پس ما جامعه تشکیل ندیم. خب میشه صورت مسئله رو پاک کردن. مد نظر این نیست. چی مد نظره؟ سوال میکنیم، میپرسیم که چگونه ما از اجتماع برسیم به جامعه، از کامیونیتی برسیم به سوسایتی، از گماینشافت برسیم به گزلشافت، ولی جامعه درش افراد متفرد نشن، مثل دونه های چرخ دنده نشن که در هم تنیده هستن. کل این سیستم داره کار میکنه با این چرخ دنده ها، ولی خود چرخ دنده ها هیچ هویت عاطفی ندارن. تنوع جامعه ها در تئوری سیستم این سوال شما رو پاسخ میده. میگه بله اگه میخواید که جامعهتون به ایندیویدوالیسم برسه، برید سراغ بوروکراسی. با بوروکراسی جامعه ارگانیکی درست کنید، جامعهتون میشه. اما اگر خواستید از این عبور کنید، برید سمت سیستم سایبرنتیکی. در سیستم سایبرنتیکی یه جور دیگه میشه. اگر رفتید جلوتر در سیستم بیولوژیکی، کلا این بدن یه هویت داره. تک تک سلول ها هویت مستقل دارن. هر سلول خودش هویت مستقل داره، مناسبات ژنتیکی داره، مناسبات دی ان ای داره. اما همه اینا یه پیکره رو تشکیل میدن. با وجودی که فردن، هر سلول یک فرده، اما یه بدن رو تشکیل میدن که این احساسات داره، عاطفه داره، عاطفه عمومی داره و عواطفی که خود اون سلول داره. از اون بالاتر که دیگه میشه همون سیستم‌های فطری و غیره که قبلا عرض کردم. پس در واقع مهم روش اینه که چطور ما از اجتماع برسیم به جامعه. یعنی اینکه ما چطور 100,000 نفر رو جمع کنیم تو استادیوم، برسونیمشون به علم 100,000 نفر رو تبدیل کنیم به یه شهر، با خود اون 100,000 نفر نیازهای خود 100,000 نفر رو پاسخ بدیم، ولی متفرد هم نشن. روشی که غربی‌ها رفتن روش غلطی بوده. چی بوده؟ مکانیکی و ارگانیکی. کسانی که 100 سال پیش تو این زمینه نگران بودن، فردیناند تونیز بود. فردیناند تونیز که اومد این تفکیک بین گماینشافت و گزلشافت خیلی نگران بود. مؤلفه هایی داد. این مؤلفه ها رو بعدن دورکهایم اومد یه وجوه دیگه بهش داد و از یه زاویه دیگه نگاه کرد. همین وضعیت رو بعدن زیمل باز اومد دید یه وضعیت یه چارچوب دیگه داره. بعدن وبر، ماکس وبر اومد یه لایه‌های دیگه رو داد و تا الان هم اومدن. توی دوره تقریبا 50 سال پیش بود که دیگه پارسونز اومد روی ساختار کارکردگرایی در نظام اجتماعی تو مدل سایبرنتیک موضوع رو یه گام آورد جلوتر و همچنان گیر دارن تو این زمینه. البته همون موقع هم 100 سال پیش ماکس وبر به انداموارگی و مدل بدن توجه کرد. چرا موفق نشد؟ چون آموزش پرورش رو می‌خواست تو بدن جاشو پیدا کنه. آموزش عالی رو تو بدن، هنر رو تو بدن. خب اینا که نمیشه. اجزایی که شما توی بدن میتونید ما به ازای جامعه بسازید، بخش مادی بدنه. خیلی از چیزای بدن انسان که خیلی از شاکله انسان که در بدنش نیست. نفس و روح انسان کجاست؟ شما انسان رو باید دو وجه بگیرید، نفس و روحش و جسمش. اگر آمدید جامعه رو مثل جسم انسان طراحی کنید، پس نفس و روح چی میشه؟ ظرفیت‌های نفس و روحی که انسان رو میسازه، نه صرفاً شاکله جسمیش. ماکس وبر گیرش اینجا بود. تو اون مدل انداموارگی و موارد دیگه نتونستن حالا به این برسن. حالا حالا آنچه که ما امروز باهاش درگیریم 120 سال پیش، 110 سال پیش، 100 سال پیش یا حتی 130 سال پیش جامعه شناسان غربی و استراتژیستای غربی به عنوان یه معضل باهاش روبرو شدن. این معضل امروز زمینه مصیبتی شده که کم و بیش خب مطرحه. پس آشنا شدیم با مفهومی به نام
ایدئولوژی اصالت فرد که ایدئولوژی اصالت فرد یعنی ایندیویژوالیسم، ارتقای فرهنگ جامعه ارگانیکی در سطح فردیه. هرگاه جامعه رو ارگانیک کردید، برای هر چیزی ارگان به وجود آوردید، ارگانایز کردید و برای ورود و خروج به اون ارگان شما قواعد اداری پیچیده و عجیب و غریبی رو باید طی کردید. بعدم برای اینکه مشخص بشه شما توی اون اداره به چی رسیدید، شما رو باز با یک قواعد اداری، با یک سری نظام بوروکراتیک شما رو راندن. اصالت پیدا کرد مدرک، گواهی، گواهینامه، پاسپورت، مدرک، سند. جامعه اصالت رو داد به سازوکارهای بوروکراتیک. فردی که تو اون محیط تربیت میشه از نظر فرهنگی، اون فرد ایندیویژوال میشه. جامعه ارگانیکی فرهنگ رو رقم میزنه که موجب میشه آحاد اون جامعه به تفرد برسن. در فرهنگ ارگانیکی بوروکراسی پایه نظام اداریه، زیرا جامعه ارگانایز میشه. اصالت ارگانایز یعنی ارگانگرایی به بوروکراسی منتج میشه، بوروکراسی هم به تفرد دامن میزنه. در جامعه سایبرنتیکی هم، چون ممکنه سوال براتون پیش بیاد که پس سایبرنتیکی چی؟ در جامعه سایبرنتیکی هم معضل فردگرایی متصوره، اما به شدت جامعه ارگانیکی نیست. فرد توی حیات اجتماعی عینیش در جامعه سایبرنتیکی دوست نداره کنار دست کسی باشه، ولی وقتی میره توی شبکه اجتماعی سوشال نتورک، اونجا به شدت دوست داره که در یک محیط اجتماعی باشه. اصلا اسمش با خودشه، سوشال نتورک. یعنی در محیط رئال و واقعی در زندگی سایبرنتیکی، در جامعه سایبرنتیکی، فرد حوصله نداره کسی رو کنار خودش تحمل کنه. اصلا وقتی کنار هم هستن، یک پدر و مادر و فرزندانشون هر 4-5 تایی، یعنی مرد و زن و دختر پسرشون با همدیگه که نشستن، همه سرشون توی موبایلاشون و تبلتاشون توی شبکه‌های اجتماعیه. اونجا که کنار هم هستن فردند، حوصله هم ندارن. ولی وقتی میرن تو شبکه‌های اجتماعی، انقدر با کسی که اونور خطه و اینا نمیشناسنش پشت اون کاناله و پیامی رو میفرسته، این چیزی رو با هم به اشتراک میگذارن، انقدر حرص و ولع دارن که با هم دیگه دیالوگ کنن، گفتگو کنن، بگن، بشنون، مطالبشون رو به اشتراک بگذارن. جامعه سایبرنتیکی جامعه است اولا ایندیویژوال و لیبرال، سپس سوسیالیستی و کمونیستی. این که همیشه گفتم فضای سایبری فضای جمع متناقضاست. شما در خونه که هستید فردید، وارد فضای شبکه اجتماعی که میشید جامعه سوسیالیستیه. مفهوم کامیونیزم با کامیونیتی قرابت داره دیگه. کامیونیتی یعنی اجتماع، کمونیسم، کامیونیتی از اصالت جمع میاد، کامیونیزم، کمونیسم، کامیونیتی. و سوشالیتی جایی که منتج میشه به جامعه. حالا با این سازوکار خیلی خوب. پس جامعه سایبرنتیکی هم به معضل فردگرایی آلوده است، ولی خب حالا یک جوانبی داره که به شدت ساختار ارگانیکی نیست. شما فردیناند تونیس، جامعه شناس آلمانی رو که 100 سال پیش اومد این موضوع رو تفکیک کرد، توی تفکیک بین گماینشافت و گزلشافت، یا آقای دورکهایم رو و همچنین افرادی مثل زیمل رو، میبینید که اینا 100 سال پیش همین مشکلات که امروز جامعه ما باش دست و پنجه نرم میکنه، اونا باش سر و کله میزدن و دنبال میکردن. این در واقع در جامعه مدرن به تعبیر دورکهایم نظم مبتنی بر به هم وابستگیه به جای به هم بستگی. یعنی به جای اینکه افراد به هم بستگی داشته باشن، به هم وابستگی دارن. وابستگی ها رو هم جالب هر 3 نفرشون اصالتا میدن به پول. آنچه که شما رو وادار میکنه برید کار کنید اینه که مابعضای کارتون پول بگیرید. شما ممکنه خیلی وقتا بالای 80-90% مردمی که الان میبینید دارن تو جامعه کار میکنن، نه به کارشون علاقه ندارن، کارشون رو دوست ندارن. یعنی اگر بدونن که این منابع درآمدشون از یه جای دیگه تامین میشه، سر این کارها نمیرن. پس اون چیزی که مردم رو به هم وابسته میکنه اینه که پول بگیرن. اون چیزی که هم رو به هم وابسته میکنه اینه که نیازهای همدیگه رو برآورده میکنن. این
به هم وابستگی اومده جایگزین به هم بستگی شده. همبستگی نیست، وابستگیه. هرگاه تعامل وابستگی، اون نیازی که تامین میشه، تعاملی که منتج میشه به وابستگی، اگر اون نیاز رو جای دیگه به شکل دیگه تامین کرد، این قطع میشه، این وابستگی. به این خاطر طلاق 100 سال پیش اینا میگن که تو جامعه مدرن این چنینی بسیار بالاست. پس یکی از راهایی که دیگه دلالی که الان طلاق خیلی بالاه چیه؟ چون روابط همبستگی نیست، وابستگیه. یه وابستگی مالیه، زوجها به هم وابستگی مالی دارن. یه وابستگی مثلا بعضن نیاز جنسیه، یه مقدارم وابستگی عاطفی. خب اگر این وابستگی در محیط دیگه پیدا شد، اینجا دیگه وابستگی قطع میشه، همبستگی نیست. از نهاد پایه در گماینشافت، یعنی در همون محیط روستایی که میشه خانواده، که شروع میکنید چطور خانواده میپاشه در گزلشافت، در جامعه. زمانی میپاشه که خانواده خانواده منشأ همبستگی نیست، منشأ وابستگیه. عاملی که به همبستگی منتج میشه، اون عامل عاطفیه. افراد عاشق همن، فرزند به پدر مادرش عشق میورزه، پدر مادر به فرزندش عشق میورزه، همسران به همدیگه عشق میورزن. هیچی نمیتونه جای این به همبستگی رو بگیره. ولی وقتی به هم وابستگی بود، خب این به هم وابستگی میتونه شیفت کنه به ما به ازای دیگه ای. عواملی مثل سود و کسب سود که در اثر مرتفع شدنش موجب میشه همبستگی از بین بره. یک دلیل دیگه مخالفت کلیدی ما با اصالت پول در نظام اجتماعی هم همینه. یعنی اصلا مشکل ما با مدرنیته، مشکل ما با اقتصاد پول مبنا، مشکل ما با ساختار تئوری سیستم ها در مدل ارگانیکی و مواردی از این دست به این خاطره. حالا بخشی از این رو که اندیشمندان خود غربی مثل فردیناند تونیز، مثل امیل دورکهایم، مثل زیمل یا حتی وبر، اینا بهش اشاره کردن دیگه. این نکاتی که من عرض میکنم که هیچ مال ما نیست، مال ایناست. یعنی راهی که اینا 100 سال پیش داشتن میرفتن دچار مشکل شده بودن، این راه 100 سال پیش الان ما داریم میریم. یعنی الان ما میگیم آقا چرا طلاق بالاست، بعد میشینن میگن آقا این یه سریالایی پخش میشه تو شبکه‌های ماهواره‌ای، خانوما میشینن اینا رو میبینن، بعد میرن طلاق میگیرن. بعد میگن بریم یه جلساتی بذاریم، سخنرانی کنیم، بگیم ماهواره بده. بعد دیگه خانوما آقایون اون فیلم‌ها رو نمیبینن، بعد پایه‌های خانواده سست نمیشه. خب کسی که چنین ساده انگارانه این مسائل میبینه نمیدونه که اگر بره ببینه اون خانم و آقا لیسانس فوق لیسانسشون رو تو چه رشته‌ای گرفتن. هر رشته مدرنی رو خونده باشه، فنی، گروه پزشکی و علوم زیستی، علوم انسانی و علوم پایه، اون چیزی که تو دانشگاه خونده به این فردیت داده. مثلا تحصیلاتشون ربطی به سریال نمیدونم شبکه ماهواره‌ای نداره. خیلی تأثیر اون کمه، شاید زیر 1%. ولی 30-40% این که اینا رفتن دانشگاهی همچین تربیتی گرفتن، این اصالت داره. کسی متوجه این نیست. این علمه، این همون علم است که نوره. یعنی این علوم رو کسی میره میخونه، لیسانس فوق لیسانس دکترا میگیره، تو جامعه ما مسئولین و شخصیت‌های علمی فکر میکنن این همون علمی است که نوره. بعد میگن چرا طلاق بالاست. این حاصل اون ماهواره است، گیرنده ماهواره و اون سریال خارجیه. بعد اگه بهشون بگید آقا این جامعه روستایی چند تا سیستم داره، مثلا 10 تا سیستم. 10 تا سیستم که بیشتر نیست تو جامعه روستایی. یک جامعه روستایی 10 تا سیستم اداره میکنه دیگه. یه سیستمشون سیستم کد خداست که مدیریت اداری رو انجام میده. یه معلمیه که بچه‌ها رو تا 5م ابتدایی 6م ابتدایی درس میده، سیستم دومه. یه سیستم خانم بهیاریه که 3-4 ماه رفته آمپول زدن و اینا رو یاد گرفته، تزریقات و پانسمان. یه اتاقکیه، اینا حداقلایی که مشکلاتی که دارن آمپولی بزنن سرامی وصل بشه. این سومی سیستم. یه سیستمشون هم یک پاسگاه انتظامی اون دورمورا که نظم و امنیت رو برقرار میکنه. شد 4 تا سیستم. یه سیستم معارف دینی و مسائل مذهبیشونه که روحانی روستا جمع جورش میکنه، میشه تقریبا 5 تا سیستم.
یه سیستم کل ساختار کشاورزیشونه که زمینی دارن کشتی میکنن، بعد اینو میرن جمعش میکنن، درو میکنن، میارن تبدیلش میکنن به کاه و گندمش رو از هم جدا میکنن، بعد گندم رو میبرن آرد میکنن. اینم یک سیستم ساختار کشاورزیشون شد، مثلا 6 7 تا سیستم. یه سیستم حمل و نقل دارن، روستا یه مینیبوسی داره، یه نیسان وانتی که این روز یه بار میره شهر، کسایی که میخوان برن شهر کار دارن باش میرن میان، مایحتاجشون هم جابجا میکنه. اینم یک سیستم. حالا دیگه 3-4 تا سیستم دیگه هم شما حساب کنید. مجموعاً یه روستا، آقا آخه تو روستا از این اتوبوسا این برن این که مال تور جهانگردیه، نمیدونم استانبول به پاتایا، استانبول به آنتالیا، از آنتالیا به نمیدونم پاریس، نمیدونم کجاست. یه مینیبوس درب داغون قرازه‌ای که سر چال تو ببعی و گوسفند هم ازش بیرون، اونو باید نشون بده. حالا پس ملاحظه فرمودید یه روستا کلا با چند تا سیستم اداره میشه؟ با نهایتا با 10 تا سیستم. این 10 تا سیستم که اجازه زندن نمیکنه. یه شهر 100,000 نفری با 100 تا سیستم اداره میشه. یک مرکز استان با 1000 تا سیستم اداره میشه. شما در تهران 10,000 سیستم دارید. یکیش بیارتیه، یکیش سیستم متروه، یکیش نظام شبکه تاکسیرانیه، یکیش ساختار شبکه پسته، یکیش ساختار شبکه مهد کودکاش، یکیش ساختار شبکه مدارس تو آموزش پرورش تو سطوح مختلفه، یکیش ساختار دانشگاهی. حالا تو دانشگاه‌ها سیستم‌هاش متفاوته، گروه پزشکی‌ها یه جوریه، گروه فنی و آزمایشگاه دارن یه جوریه، گروه علوم انسانی‌ها یه جوریه. سیستم مرکز مطالعاتی فراتر از دانشگاهی مثل پژوهشگاه‌ها و اندیشگاه‌ها، اونا هم یه سیستمن. همینجوری دیگه بشمارید. خب توی روستا افراد کمتر تخصصی هن. اما وقتی میاد توی شهرها تخصصی تر میشن. اونجا افراد کمترن، روابط عاطفیه، بهتر هم دیگر رو میشناسن. اینجا وقتی کنار هم قرار میگیرن انقدر از هم دور میشن که پس سود و کسب سوده که اینا رو کنار هم قرار میده و این فاجعه رو درست میکنه. دو مؤلفه به هم وابستگی و به هم بستگی. توی اون محیط اولی به هم بستگی وجود داره، تو محیط دومی وابستگی. هم زیمل، هم تونیز، هم دورکایم به مؤلفه اقتصاد پولی تو جامعه ایندیویژوال تاکید میکنن که میگن تفرد به اضافه محاسبه‌گری نفع و ضرر، جمع اینها ساختار این جامعه رو به این شکل رقم میزنه که خب البته قبلا اون اصالت منفعت یا یوتیلیتاریانیزم جرمی بنتام قبلا مشخص شده و تئوریزه شده تو انگلیس، بعد اون هم پای این قضیه قرار گرفت. غرض از این که بالاخره 100 ساله، بیش از 100 ساله که غربی‌ها با این بیماری روبرو شدن. چه باید کرد؟ در یک جمله جامعه هجری جامعه‌ایه که از دو زاویه این موضوع رو پاسخ میده. اولا درمان درد ایندیویژوالیسم، گفتیم در پروژه‌ای که برای آموزش پرورش کار کردیم چی بود؟ ادب حضور. یعنی وقتی قرار شما خود ایندیویژوالیسم رو بهش اصالت ندید، چون اصلا توی لیبرالیسم اومدن گفتن به به عجب مسئله خوبی است اصالت با فرد ایندیویژوالیسم. اون خب اصلا خوب نیست. اصالت فردی که ما میگیم اصالت فردی است که عبد در مقابل خدا. کل نفس ذائقة الموت، هر کسی جدا جدا میمیره. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی هم گروه عمل خودشه، پس فرد اصالت داره. منتها این فردی که ادب حضور داره، خودشو در محضر خدا میبینه. این یک. دو، جامعه هجری جامعه هاجر هاست. اول جامعه مهاجر هاست، بعد جامعه هاجر هاست. کسی که مهاجرت میکنه از آنچه که خدا حرام کرده و کسی که هجرت میکنه از سر این سازوکارها، این کسی است که ایندیویژوال نمیشه. این کسی است که اسیر محیط ارگانیکی نمیشه. جوهر جامعه هجری ادب حضوره. به این دلیل جامعه هجری با مفهوم بوروکراسی هیچ پیوندی نداره. جامعه هجری یک جامعه به شدت ساده است از نظر تئوری سیستم ها.
روابط بوروکراتیک درش به حداقل میرسه. پس با چارچوب ها آشنا شدید. ایدئولوژی اصالت فرد یه بیماری مهلک تمدنیه، بیماری مهلک تمدنی که برخواسته از تمدن لیبرالیستی کپیتالیستی غربه، یعنی اونجا که اصالت با لیبرالیسم و با کپیتالیسم. غرب حالا نیز نسبت به این پدیده که اون رو نقطه قوت خودش میخوند موضع انتقادی پیدا کرده. درمان اصالت فرد همونطوری که اشاره کردم در ادب حضور که خب باش آشنا هستید، درک حضور، حفظ حضور، درک حدود، حفظ حدود. هم از حیث فردی ادب حضور، هم از حیث جامعه سازی که اونجا در مبحث جامعه هجری کسی که به درک حضور میرسه حالا از ما حرم الله عبور میکنه و هجرت میکنه، هجرت انفسی نه صرفا هجرت آفاقی. پس ما درمان این بیماری رو هم قبلا اعلام کردیم، مبسوط بهش پرداختیم. یک فیلم سینمایی فرانسوی‌ها برای این ساختن در نقد تفرد، نقد جامعه ارگانیکی و نقد برنامه‌ریزی بوروکراتیک. سه تا: نقد تفرد، نقد جامعه ارگانیکی که همه چیز ارگانه، توش ارگان است، و نقد برنامه‌ریزی بوروکراتیک. نقد چه چیزیه؟ نقد دیدن فرد همچون یک ربات که باید اونو برنامه‌ریزی کرد. ماجرا مربوط به چیه؟ مربوط به دختر کوچولوییه که خانواده تک والدینیه، با مادرش زندگی میکنه، مادرش مسئول برنامه‌ریزی استراتژیکه، مثلا مجموعه ها و سازمان ها و اداره است. به شدت یک خانم با دیسیپلین و چارچوب هایی که داره. این دختر رو میخواد برسونه توی یه مدرسه ترازی و اونجا بچه اونجا درس بخونه. هم چیزی که هدف هست، مردم بچه‌هاشون رو میچپونن توی، اصلا بچه‌های ما دور نوجوانی رو نمیفهمن چون همش گیج اینن یعنی ما اصلا بچه رو وقتی نگاه میکنیم با پله کنکور میفهمیم، اصلا خود این بچه رو نمیبینیم، فقط میبینیم این رسید دبیرستان رو تمام کنه، کنکور عبور کنه، شیفت کنه، بیفته اونور دیوار کنکور تو دانشگاه. اگر افتاده که میبینیمش، اگه نه که دیگه. بعد اونجا که میبینیش با عنوانش، رشته چیه، رزومتو بده، دانشجوی کارشناسی، رشته فلان. خب ولش کن، یه انسانه. یه جمله قشنگی داره تو این فیلمه، دختره به مادرش اعتراض میکنه، میگه که این توی، یعنی تخته برنامه‌ریزی استراتژیک رو که این بعد چیکار کنی، میگه این یه سری تخته و آهنرباست، این چیزا که آهنربا پشتش میچسبه، میگه این که من نیست، این یک تخته آهنرباست. جامعه الان بچه‌هاشون اینجوری میبینن، خانواده‌ها دیدید هر سال موقع کنکور که میشه پشت نرده دانشگاه‌ها رو تلویزیون نشون میده، میرن مادرها اومدن، حالا ایناشون که متدینن، مفاتیح و قرآن آوردن و تسبیح و سجاده نشستن توی پیاده رو دارن آجیل مشکل گشا توضیح میکنن و 14,000 ختم صلوات و چند دور مثلا قرآن رو تلاوت میکنن که چی بشه که بچه حتما قبول بشه. حالا این هم که تقید مذهبی ندارن، آمدن اون کنار نشستن ورد میخونن و جادو و فال قهوه و بچه بالاخره قبول بشه. بابا دستور دارید، بذارید طرف زندگی کنه به طبع. اینجا کودکی است که مادرش اینو داره برنامه ریزی متمرکز مونه، برنامه ریزی استراتژیک، میخواد این بچه رو توی چارچوبی ببینه. از بالا وقتی شهر رو نشون میده همه چیز ارگانیکی و منظم و منضبط، همه چیز. اما یه خونه توی این شهره که این خونه کاملا با قواعد شهرسازی متفاوته، درخت داره، کبوتر داره، یعنی اون خونه نماد گماینشافت، نماد اجتماع، بقیه خونه ها نماد گزلشافتن، نماد جامعهن، همه یک دست، درختاشون، بتاشون، همه چیز. در دل این قضیه این وقتی میاد آشنا میشه با این همسایه‌شون که یه پیرمردیه، این پیرمرده همون کسی است که در داستانی که آنتوان دو سنت اگزوپری نوشته بود، شازده کوچولو، اون داستان شازده کوچولو رو آورده تو دل این داستان. میگه اون خلبانه که در اون ماجرایی که آنتوان دو سنت اگزوپری تعریف میکنه تو صحرا این رو میبینه، اونجا که هواپیما سقوط میکنه، بعد اون
شازده کوچولو رو میبینه، حالا این پیرمرده اومده همین خونه بغلی است، با این دختره آشنا میشه و این دختره از زندگی ارگانیکی فاصله میگیره. کل ذهنیتی که از داستان آنتوان دو سنت-اگزوپری دارید، اون داستان معروف شازده کوچولو، اون ذهنیت رو یه جوری تغییرش میدید. کسانی که این انیمیشن رو ساختن اومدن مبتنی بر دیدگاه زیمل، دورکهایم و به خصوص فردیناند تونیز در مباحث حوزه‌های اجتماعی اومدن مبتنی بر این انیمیشن رو ساختن با تلقیایی که پست مدرنیستای امروز جامعه خودشون دارن. یعنی پست مدرنیستای جامعه فرانسوی این که دیگه الان این وضع موجود رو به چالش میکشن و نقدش میکنن. اومدن نشون دادن که این سیستم جامعه ارگانیکی چه مشکلاتی داره و نقدش میکنن و یک ادامه‌ای به تکمله‌ای به داستان شازده کوچولو میزنن. حالا شازده کوچولو بعد از اون ماجرایی که تو کتاب داشته، حالا بعد نشون میدن که نقش ها چیست و تو نقش های جدید میبیننش. هر کس برای خودش یه سیاره داره. توی داستان شازده کوچولو مادر این دختره هم یه سیاره داره. سیاره مادر این دختره همون جامعه برنامه‌ریزی شده است، نظام برنامه‌ریزیه. هر کس یه عالمی داره، یه زندانی برای خودش داره. هر کس یه سیاره داره، سیاره یک نفری. با این مقدار نکات کلی که گفتم، حالا فیلمو باید ببینیم تا من نکات تکمیلی رو بگم. کار قشنگی رو این خانوما انجام دادن. ببینید، البته قبلا درست کرده با گل، حالا آوردن. خونه است، تابستونه، بله. ابر و ستاره ها و ماه و خرگوشه همین گوشه است، جوجه هم هست. تشویقشون کنید. اینو باید بذاریمش توی خلاصه موزه. بله، موزه کارهای کودکان. خیلی قشنگ. بله، همونطوری که دیدید یه جامعه ارگانیکی که وقتی نماهای شهر رو نشون میداد همه چیز کاملا ارگانیکی بود. روابط زندگی انسانها، روابط و مناسبات اجتماعی، خود معماری، همه چیز ارگانیکی بود. یک جامعه کاملا ارگانیکی ساخت یافته. دوم اینکه یه زندگی برنامه ریزی شده، کاملا استدلالی، رشنال، بوروکراتیک و مکانیکی و همه چیز در قالب برنامه ریزی بود. سوم اینکه تمایز کل شهر رو ما با خونه اون پیرمرد میدیدیم. اون خونه اون پیرمرد کاملا یه چیز دیگه ای بود و پرنده ها اونجا میرفتن میومدن، درخت‌ها بودن، خیلی فضای متفاوتی بود، ولی کل شهر یک انضباط و دیسیپلین عجیبی داشت. مورد چهارم مسئله خانواده تک‌والدینی بود. خانواده تک‌والدینی و تک فرزندی. ما اصلا هیچ وقت پدر دختره رو ندیدیم. یکی دو بار در موردش صحبت شد که گلایه کرد دختره نسبت به پدرش و بعدم کادویی که فرستاده بود. همیشه کادویی میفرستاد از یک جامعه متمدنی که یه سری برجن و داخلی حبابن و گاهی اوقات این یه بارقه هایی میدید که داخل تک تک اون طبقات یه کسایی مثلا نشستن دارن مکانیکی کار میکنن. خانواده تک‌والدینی که خانواده طبیعی چنین جامعه‌ایه و همچنین خانواده به اصطلاح تک فرزنده. هر انسانی عالمی داره که اون عالم در قالب یه سیاره نمود پیدا کرده. اون عالم شغل اونو نشون میده. پس وقتی توی داستان شازده کوچولو
اون سیارک ها رو نشون میده. سیارک عالم هر کسیه، هر کس برای خودش یه عالمی داره، خودش یه نفری تو اون سیاره مستقره. پس هر انسانی عالمی داره که اون عالم در قالب یه سیاره نمود پیدا کرده. اون عالم شغل اون و مسئولیت و حیطه اون رو نشون میده، مانند اشتغال مادر دخترک به سیاره برنامه ریزی که وقتی نشون داد این دختره تجسمی که اون ستاره سیاره مدام این مهره ها رو میچید این ور اون ور. میگه که این انسان های با سن بالا راست عجب چقدر عجیبن. هر کس توی شغل خودش به اشتغال در توهم خودشه، یعنی هر کس یه توهمی داره، اشتغال داره به اون توهم خودش، شغل او زندان اونه. این همون بلای تخصص گراییه که گفتم وقتی 100,000 نفر دارید، حالا این 100,000 نفر رو میاد برای هر کدومی شغل تعریف میکنید، اصلا این گم میشه که اینا 100,000 نفر دوره هم برای چی جمع شده بودن دوره هم دیگه. حالا هر کس رفت دنبال یه کاری، اون کاره میشه هدف، اون تخصص گراییه. پس هر کس تو شغل خودش به اشتغال در توهم خودشه، شغل او زندانشه. بلای تخصص گرایی، شغل شاغل نه سائل، مشغول نه مسئول. در اون مبحث تنظیم نقشا گفته بودم که افراد یا مشغول کارهاشونن یا مسئول کارهاشونن. انسان ها به جای اینکه مسئول باشن مشغولند و این اشتغال بهش میگن جاب. توی تلقی غربی جاب توی عربی میشه شغل. در صورتی که انسان مسئوله، نباید مشغول باشه، شاغل نباید باشه، باید سائل باشه و در واقع مسئول باشه، بپرسه و پاسخگو باشه. دخترک میگه بعد از اینکه این دید که این بزرگترها چه وضعی دارن و بعد وقتی میرسن به بزرگی تو شغل خودشون تنها میشن تو این جامعه ارگانیکی، گفت دیگه مطمئن نیستم که بخوام بزرگ بشم. پیرمرده بهش گفت مشکل بزرگ شدن نیست. اون که باربیه، اون باربیه، اون یکی باربیه میاد. نه اون یکی باربیه. دختره میگه دیگه مطمئن نیستم که بخوام بزرگ بشم. پیرمرده میگه مشکل بزرگ شدن نیست بلکه فراموش کردنه. اون دخترک بهش جواب میده که اصلا دوست ندارم فراموش کنم. پیرمرده میگه من تونستم بزرگ بشم و شازده کوچولو رو فراموش نکنم. اما فراموش میکنن اون تعلقاتشون و دلدادگیاشون. اونجا اون آخرش دختره میگه اگه آدم گذاشت که اهلیش کنن، خودش رو به این خطر انداخته که کارش به گریه کردن بکشه. موقعی که اومد توی بیمارستان، اون رازی رو که اون روباهه تعریف میکرد که میگفت به اون شازده کوچولو گفتش که من که هنوز اهلی نیستم. نسبت بین اهلی بودن با وحشی بودن، تفکر بین اهلی بودن با وحشی بودن رو تعریف میکنه. اگه آدم گذاشت که اهلیش کنن، خودش رو به این خطر انداخته که کارش به گریه کردن بکشه. انسان مدرن متفرد وحشیه. نقیضش میشه این دیگه، تورف الاشیاء و ازداده ها. میگه که بس این میشه که انسان عاطفی اهلیه، اما انسان مدرن متفرد وحشیه. هنوز اجازه نداده که اهلیش کنن تا خودش رو به این خطر بندازه که کارش به گریه کردن بکشه. هر انسانی عالمی داره که اون عالم در قالب یه سیاره نمود پیدا میکنه. اون عالم شغل اونه. اگر در جامعه
مدنی، در جامعه بورژوایی، در جامعه مدرن، در جامعه به معنی اخص کلمه، افراد شاغل شدن. باز برید تو مثال 100,000 نفر، 100,000 نفر تو استادیوم جمع شدن فوتبال ببینن. حالا فوتبال که تمام شد همه میمونن. بعد الان مشکل شروع میشه. آقا اینا غذا میخوان، محل خواب میخوان، پلیس میخوان، صنعت میخوان، هر چیزی میخوان. یه کسایی از این 100 نفر جدا میشن، 100,000 نفر میرن شروع میکنن این شغلای پیدا میکنن که اینا رو پاسخ بدن. یادشون میره برای چی رفته بودن، تو اون شغل میمونن. اینجا براشون میشه، برای هر کدومشون یه سیاره درست میشه و تو اون تخصص پروریشون همینجوری میرن جزیره‌های تنها. بعد وقتی کنار هم قرار میگیرن تو اون جایی که اینا وقتی با اون هواپیمای رفتن تو تخیلشون تو اون سیاره، همه جا برج و باروهایی بود که افراد داخل اون بودن ولی همه کاملا ربات. بعد همه اون آدمایی که تو سیارک‌ها بودن زمان این شازده کوچولو، حالا همه اونجا مشغولیت‌های اجتماعی داشتن. استعاره از داستان شازده کوچولو آنتوان دو سنت اگزوپری در تبیین ساحت انسان مدرن، انسان تک ساحتی مدرن که اینو خب تقریبا 50-60 سال پیش نوشته. 50-60 سال پیش چون دو کتابای درسی دوره کودکی ما بود، یعنی توی مدارس دوره کودکی ما این توی کتابای درسی بود. بعد خب کتابش عمومی‌تر توی جامعه منتشر شد، بعد انیمیشنش ساخته شد، حالا هم که توی نمونه‌های مختلف. پس انسان تک ساحتی مدرن اینجا بیان شد. جامعه غیر برنامه‌ریزی شده و شهودی و عاطفی که در اون کودکان امکان تخیل و خیال پردازی داشته باشن، این به خوبی تصویر شده بود. دختره پشت پا زد به همه اون نظام برنامه‌ریزی که مادرش ایجاد کرده بود. میگفت این نقشه راه زندگی توئه. بهش گفت این که من نیست، این یک تخته است با یه تعدادی آهنربا. این که برنامه‌ریزی متمرکز در مورد انسان جواب نمیده، جامعه برنامه‌ریزی شده به نتیجه نمیرسه. بعد اجازه بدید بچه‌ها تخیل کنن، بعد اجازه بدید بچه‌ها خیال پردازی کنن، بعد اجازه بدید بچه‌ها ببافن توی تخیلشون. و اگر قرار شد این اتفاق بیفته، انسان‌ها رو شهودی و عاطفی بار بیارید، نه انسان‌هایی صرفاً رباتیک برای جامعه مکانیکی. امروز نیست که اینا اعتراض میکنن. مطلبی که شما داخل این فیلم دیدید و این انیمیشن، این 100 سال پیش زیمل گفته، دورکهام گفته، قبل از اینا فردیناند تونیز گفته، متخصصین و معماران اجتماعیشون 100-120 سال پیش اعتراض کردن نسبت به این موضوع و گفتن که این سیستم مشکل داره. حالا جمع اون حرفای 100-120 سال گذشته تو نگاه اندیشمندانشون با دیدگاه پست مدرنیستای 30-40 سال پیش جمع شده کنار هم. پدر بزرگ نداشته، مادر بزرگ نداشته، عمه، عمو، خاله، دایی، هیچ کس رو نداشته که بهش محبت کنن و تو خلأ همه اینا رو توی جامعه پر کردی. ولی این شغل تو نبود، این مسئولیت تو بود. انسان ها در قبال هم مسئولن دیگه. خب این یک نکته بسیار بسیار مهمیه. پس جامعه غیر برنامه‌ریزی شده رو نشون میده در مقابل جامعه برنامه‌ریزی شده که خیلی ساختمون شیکه، اون ساختمون کج و کوله است. اینجا درخت‌ها کاملا قالبی اند، با قیچی چمنزنی مرتب شدن، اونجا درخت کامل. اینجا حتی اگر کبوتری بیاد با آب فراریش میدن، اونجا کبوترها جمع شدن. پس جامعه غیر برنامه‌ریزی شده شهودی و عاطفی که تو اون کودکان امکان تخیل و خیال پردازی داشته باشن، نه برنامه‌ریزی بشن و این کتابای قطور فرمولا رو بذارن جلوشون. دستور کارشون مانور که شروع میشه، جنگ که شروع میشه، مثلا باید 8 و 22 دقیقه اینجا رو بمبارون کنن، چون دقیقاً بلافاصله بعد از اون بمبارون 8 و 25 دقیقه اون یکی هواپیما میاد چتر بازار رو میریزه. خب اگه اون 3 دقیقه زودتر این بیاد چتر بازار بریزه، خب اون میاد همینا رو بمبارون میکنه. بعد این ناوا باید ساحل رو 8 و 47 دقیقه راکت بارون کنن، چون 12 دقیقه بعدش این قایقا میرن اون زیر این آتیشی که اینا ریختن نیروها رو پیدا میکنن تو ساحل. خب این معلومه اون نظم مال نظامیاست. افسر ستاد میشینه تیک میزنه این شد مثلا حالا هواپیمای بیاد، ناوه بیاد، زیردریایی بیاد، اون تانکه بره. این مال یک سازوکار مکانیکی، ربطی نداره به زندگی یه آدم عادی که انسان رو بشینی برنامه‌ریزی کنی تخته کار. مدیرایی که اینجوری کار میکنن، آدمایی که اینجوری کار میکنن اصلا موفق نیستن. آقا تخیل فرد رو اجازه بدید، تفکر فرد رو اجازه بدید بروز پیدا کنه، بذارید فرد از خودش ابتکار به خرج بده.
سیاره توی این داستان کنایه از همون مسئله فارسیه که همیشه گفته شده افراد تو آسمون ستاره دارن. همیشه تو شعرها خوندید دیگه، اگر که هستم ستاره هم کو به آسمان ها. پس بود و نبود انسان یه بار اینه، یعنی مسئله ستاره بوده. این ستاره در آسمان یه استعاره است، یک کنایه است، یک مسئله، حالا نمیگیم آیته. اینجا این سیاره کنایه از همون مسئله فارسی ستاره تو آسمونه. چند تا نکته داره. بعضیا خودشون ستاره هن. از خودشون نور دارن، یعنی خورشیدن، مثل آفتاب. بعضیا ستاره نیستن، سیاره هن. از خودشون نور ندارن، زمین و ماهن، مهتاب، دور ستاره ها میچرخن. بعضیا نه ستاره دارن و نه ستاره هن، نه سیاره. نظاره میکنن ستاره و سیاره رو. یعنی در واقع ما یه گروهی از انسانها رو میشناسیم و میبینیم که ستاره هن، عین خورشید خودشون نور دارن. بعضیا رو میبینیم که سیاره هن، نور ندارن اما دور اونایی که نور دارن میچرخن، مثل شمع که میسته نور میده و پروانه که دور شمع میچرخه. بعضی هم که نه شمعن نه پروانه، نه ستاره نه سیاره. ستاره و سیاره رو میبینن. حالا انفعالی که تو داستان دو سانت اگزوپری هست اینی که در انتها اون سیاره بودن، به اصطلاح ناظر بودن و نظاره‌گر بودن رو از طریق اون تلسکوپ توصیه میکنه. کسانی که صاحب سیاره‌کن اینا هن. توهم استقلال و ستاره بودن دارن، اما خب بالاخره سیاره هن دیگه. انسان هایی که یه سیارکی دارن و یه عالمی دارن، تو اون عالمشونن، اینا خب هیچ وقت به نتیجه نمیرسن، اسطوره پردازی میکنن، اما حقیقت مال ستاره هاست. هر کودکی باید انتخاب کنه که ستاره بشه، سیاره بشه، یا ستاره و سیاره دیگران رو نظاره کنه. یعنی روح کلی باید این باشه. خب راز روباهه چی بود؟ روباه بعد از اینکه اومد اهلی شد و دوست شد با شازده کوچولو، بهش گفت جز با چشم دلت هیچی رو اونجوری که باید نمیتونی ببینی، نمیشه دید. با چشم دل. چشم سر نهاد و گوهر رو نمیبینه، نهاد و گوهر رو فقط چشم دل میبینه. البته توی دوبله و هم ترجمه هم دوبله خب این مداری جمله رو تغییر دادن، ولی اصلش اینه. پیرمرده گفت روباه با چشم دلش داره شازده کوچولو رو میبینه، پس همیشه اونو میبینه و همیشه پیش اونه. میگه چیزی که مهمتره رو نمیشه با چشم سر دید، که خب این دوباره توی دوبله داره تغییر کرده بود. خب خیلی مهمه، پیام مهمیه، چون چشم سره که همه چیز رو ارگانیکی و این چنینی میبینه. در چشم دل کاملا مسائل رو عاطفی و شهودی و اشراقی میشه دید. حتی شازده کوچولو رو صاحب سیارکا برنامه ریزی کرده بودن. حالا همینه که صاحب سیارکا بودن اومدن شازده کوچولو رو آوردن، کسی که خودش میومد اشتباه همه رو متوجه میشد و بهشون میگفت و راهنمایی میکرد، این آوردن تبدیلش کردن به یه آدم دستپا چلفتی، یه لوله پاکانی که 371 بار به شغل داده بودن اخراج شده بود، انقدر دستپا چلفتی بود. برنامه ریزیش کرده بودن، از دل این دانشگاه ها و آموزش ها و این ساختارها این آورده بودن بیرون، بعد بودن به یک توانایی رسیده بود. یعنی این بعد از اینکه به این آموزش ها رو گذرونده بود و به این توانایی رسیده بود و فارغ التحصیل شده بود آدم دستپا چلفتی. اون شازده کوچولوی اشراق‌گرای شهودی که میتونست همه چیز رو بیاد بگه و مشکلات رو حل کنه و راه ها رو نشون بده، اون کجا؟ این آدم دستپا چلفتی که محصول نظام دانشگاهی و نظام آموزش و پرورش است که ازش یه ربات ساخته بودن، حتی نمیتونست کار طبیعی خودش رو انجام بده.
مادر دخترک با این کاری که انجام داد، یعنی در پیامی که انتهای فیلم داشت، اینکه اون مدلی که قبلا شناخته شده بود و تبلیغ میشد، ترویج میشد، امروز تو جامعه ما خیلی تبلیغ میشه. اینقدر خانواده و نظم، بچه تمام تابستونشو خراب میکنن، میبرنش کلاسای جور با جور، نمیذارن استراحت کنه. نظم و انضباط و همش هم تبلیغ میکنن. تو این کارو بکن برات میکروسکوپ میخریم، این کارو بکن برات تلسکوپ میخریم، این کارو بکن. بابا ول کنید، برای گیس و گیس کشی کنن، پسر بره کتککاری کنه، انسان بشه. اینا چیه؟ خب در سطح جامعه هجری، پاسخی که برای این قضیه داریم، در سطح جامعه هجری افراد اولا ادب حضور دارن، مؤدبن، پس متفرد نیستن. در نیل به ادب حضور اهل هجرتن، پس هاجرن. کسی که این ویژگی ها رو داشته باشه در جامعه هجری به این مصیبت های جامعه ارگانیکی کشیده نمیشه. نکاتی که در درس این جلسه باید تلاش کنید که روشن کنید، این نکاتی که تا اینجا گفتم که همش برای خودتونه، یعنی اینا رو که اصلا سر کلاس نباید بگید. اینا مباحثی بود که تو مبحث جامعه سازی شما باید تو رویکرد اجتماع مدار بشناسید، مبتنی بر این فیلم. این فیلم رو نشون میدید، بیشتر به درد بچهای کلاس پنجم ششم، چهارم پنجم ششم میخوره. مسئله تفکیک بین دو مدل زندگی رو میگید. جامعه‌ای که خیلی برنامه‌ریزی شده، که خودشون میبینن شهر خیلی منظمه، افراد خیلی برنامه‌ریزی، همه چیز برنامه‌ریزی شده است. افراط در برنامه‌ریزی در زندگی مثل ربات‌ها رو نشون میدید. تو این وضعیت جامعه رو که نشون میدید که افراد توش خیلی تنها هستن. مسئله تنهایی رو داخل این فیلم تشریح میکنید، مشخص میکنید. موضوع تقویت عاطفه و تخیل رو که انتهای فیلم، پیام اصل فیلم بود که باید به تخیل و به مناسبات عاطفی کار بکشه، اینو تشریح میکنید. و تبیین این که حالا افراد ستاره داشته باشن که خودش نور داشته باشه مثل خورشید، سیاره داشته باشن که این سیاره ها مثل ماه دور خورشید، دور زمین بچرخه، یا زمین که دور خورشید میچرخه، یا اینکه افراد نظاره‌گر اینها باشن. تبیین و تفکیک این دو دسته جامعه رو چجوری صورت میدید؟ یه روستایی رو با بعضی از مؤلفه‌های ساده و اولیه‌اش توضیح میدید. و موارد دیگه. این تفاوت بین یک روستا با یک شهر رو، تفاوت زندگی برنامه‌ریزی شده با یک زندگی شهودی اشراقی رو باید بتونید به زبان ساده مشخص کنید. اینا چون تو فضای شهر زندگی میکنن این موارد رو خوب متوجه میشن. از الان اینها با پایه مطالعات اجتماعی در طرز استراتژیک آشنا بشن که جوامع شناخته شده امروز جوامع عمیقاً درگیر فردیت و این مخاطرات فردیت تو نسل اینا بسیار بسیار وحشتناکتر از نسل شماست. چون بالاخره تو نسل شما هنوز پدر بزرگی، مادر بزرگی، عمه، عموی، خاله، دایی چیزی بوده. اینا غالباً بندگان خدا یه نفری هن. چون یه بچه است، طبیعتاً این 25 سال دیگه خودش ازدواج کرده و تبدیل شده به کسی که حالا یه بچه داره و چون خودش یه بچه بوده، یه دختر بوده تو خونه، یه پسر بوده، نه عمه داره بچهش، نه عمو داره، نه خاله داره، نه دایی داره. پدر بزرگ مادر بزرگ هم که اهل جدا شدنن، اون روز دیگه اینا رو نمیبینه. یه مقدار این بچه‌ها رو باید از الان هشدار داد که اینا تربیت بشن، یاد بگیرن که جامعه متفاوتی رو بسازن، جامعه‌ای که در اون خانواده دوباره شکل بگیره و در اون خانواده 5 تا 6 تا بچه قرار باشه وجود داشته باشه و مفاهیمی مثل پدر بزرگ مادر بزرگ، عمه، عمو، خاله، دایی معنی داشته باشه. جایی نمیرسه که این تمدن میاد. فرانسه در واکنش به ایندیویدوالیسم خطرناکی که داره به وجود میاد و به وجود اومده، میره نبش قبر میکنه، داستان اگزوپری رو میاره و اون فرد اون خلبانه رو میاره. اونو این بالاخره پدر بزرگ این دختره که نبود، ولی آورد و این دختره نیاز عاطفیش رو از این گرفت، نه از اون نظام برنامه‌ریزی که قرار بود بره حالا توی مدرسه آنچنانی، آکادمی آنچنانی. اگر از امروز ما به این سمت بریم که ورود به فلان مدرسه، چون دیدم دیگه خانواده ها تلاش میکنن که بین مدرسه الف و ب و جیم و دال بچهشون بره یه مدرسه، انقدر امتحانای سخت میدن که بره اون مدرسه.
این اشتباهه که خانواده این کارا رو بذارید بچه توی مدرسه عادی باشه، 4 تا کتک کاری کنن، بالاخره شخصیتش، حالا مدارسی که هر قد مدارس انضباط بالاتر و موارد بالاتر، ربات پروریشون بیشتر. این اشتباهی که من میبینم، به خصوص حالا خانواده‌ای که مقدار متمولن یا خانواده‌های متدین تلاش میکنن بچه‌شون رو میزنن با بدبخت این برم مدارس تیزهوشان فرزانگان. بذار بچه بابا بذار بچه فوراً بچه رو این ربات میارن توی چارچوب، نمیذارن بچگی کنه. به این خاطر باید یه زحمت بکشید. نوع جامعه روستایی و شهودی و روابط عاطفی رو با جامعه شهری برای بچه‌ها به زبان ساده مشخص کنید. بعد زندگی برنامه‌ریزی شده، نه اینکه برنامه‌ریزی بد باشه ها، نه، زندگی برنامه‌ریزی شده رو نشون بدید، بذارید خودشون تصمیم بگیرن. بعد اینکه باید بچه‌ها تخیل کنن، باید خیال پردازی کنن، باید تفکر کنن، تعمق کنن، باید بپرورونن، ببافن توی ذهنشون. اینو باید بذارید درشون شکل بگیره، این حس رو براشون مشخص کنید. و بعدم مثال ساده فوتبال برای پسرها بزنید، چون برای پسر بچه‌ها بهتر جا میفته. این مثال استادیوم که گفتم، 100,000 نفر رفتن مسابقه فوتبال ببینن، عکس استادیوم نشون میدید، میگید خب این 100,000 نفر بمونن دیگه، الان 100,000 نفر دیگه شهر دیگه. حالا یکی باید برای اینا نون آماده کنه، یه نفرشون باید بره دنبال نون، یه نفرشون باید بره دنبال مثلا بهداشت و درمان، بشه پزشک، یه نفرشون باید بره بشه راننده. یعنی هی نقش ها تعریف میشه، هر کس باید یه نقشی رو به عهده بگیره تا این 100,000 نفر زندگیشون بگرده. این ما میریم که اون نقشه رو به عهده میگیریم که به دیگران کمک کنیم، نمیریم که تو اون نقشه جا بیفتیم دیگه ول نکنیم. یعنی اون نقشه بشه برای ما هدف. دختره به مادرش چی گفت؟ گفت تو هم همه زندگیت شده کار، کی میشه تو هم مثل بابا کلا حذف بشی؟ چون بابا هم همش زندگیش شده بود کار. یعنی الان کار و تخصص برای خیلیا هدفه. این خیلی خطرناکه. اون مباحثی که در بنیان‌های جامعه شناسی عرض کردم و نگاهی که جامعه شناسای متعدد غربی 100 تا 120 سال گذشته به این موضوع داشتن، اون فقط برای خودتون بود، برای اینکه بتونید متوجه بشید این فیلم وقتی ساخته میشه تو غرب از چه زاویه‌ای به این موضوع پرداختن. امیدوارم که انشالله خدا این توفیق رو بده که بتونیم شرایط رو به سمتی ببریم که فردگرایی و جمعگرایی اصالت پیدا نکنه، بلکه ما بتونیم جامعه هجری رو به گونه‌ای رقم بزنیم که فرد درون بیاد توی جامعه، هم جامعه اصالت داشته باشه هم فرد اصالت داشته باشه، منتهش فرد هاجر و مهاجر باشه، بتونه خودش رو ارتقا بده و به یک سطح قابل قبولی برسونه، اما روابط عاطفیش گم نشه. نظام بوروکراتیکی نباشه که فرد رو له کنه، فردیت اون رو ندیده بگیره، نابودش کنه، پودرش کنه. با این نظام آموزش و پرورش، با این نظام آموزش عالی، با این ساختار اداری، با این اداراتی که میبینید، ما افراد رو میاریمشون توی چارچوب‌هایی. بذار افراد به تب زندگی کنن، ساعتشون ساعت احساسات و احوالشون باشه، نه ساعتی که روی مچمون هست میگه آقا این ساعت باشید اون ساعت نباشید. از این حالت خارج بشید. بچه‌ها کودکی نمی‌کنن چون بزرگا میارنشون تو دیسیپلین. نوجوانی هم که نمی‌کنن، جوانی هم که نمی‌کنن. بعد چه برای سرشون میره؟ وقتی رسیدن به 35 سالگی 40 سالگی تو جامعه غرب اینجوریه دیگه، تازه شروع می‌کنن بچگی کردن، تازه شروع می‌کنن چلچلی کردن. بذارید بچه‌ها بچگی کنن، نوجوانی کنن، جوانی کنن، هر چه سر جای خودش. موفق و مؤید باشید ان شاء الله. و السلام.